همین گپتان همین کارتان بی‌غیرتی است، نامردی است. هر کس که برادر حق خدا عزت شرف بخره ده بغاوتی به سرکوب بکنه. بدترین همین کسان خبیثی که در گروه ها و در فیسبوک ها هر کس در توییتر میادازه ده خراسانی بغاوتگری خراسانی حول ولا قوة الا بالله العظیم. اسلام با وحدانیت رو شهادت بساج با ما افتخار است. بیاین بکشین تاریختون نمیتونه بدنام بمونه. ببینید برید فاتر هم بکشین، شیر نر بابا قربانی است. من هم بکشین چیزی که تاجیک و ازبک و ازغال است. برین همینا بخی پشتونستان دعوت اعلان کنید، امارت تانم امارت پشتونولی دعوت کنید که دلتان یخ شود که بعضی متعصبین کمونیستا و خبیثا را که مشاورین تان ساختین اونما خوش روان شما کرده، ما خوش شوید دلتان یخ کنند. شما کسانی که در مدیا، رسانه ها، مطبوعات، توییتر و فیسبوک میای یک جمع همین برادرای پشتون زبان، همین هر کسی که از تاجیک و ازبک و هزاره و غیر پشتون که صدای خود به خاطر حقش طلب میشه، به عزت میشه، بی ابرو میشه، میکشه، در بغاوت سرکوب بکنه، ختم بکنه. او تو عقل منطق داری؟ تو به تنهایی چیز کرده میتونی؟ تو در 20 سال جهاد تو تنها بودی؟ در اردوج بدخشان جهاد نبود، در بلخ خود در چیز نبود. این صلاح الدین ایوبی، این قاری فصیح الدین، این مولوی امان الدین، این مولوی قدرت الله، این خراسانی که یک فقیر است، این 4 تا دیگه، اینا کی بودن؟ تو به تنهایی یک جنرال رازق بغل کرده بود. وطندار مغرور نباش، متکبر نباش که در 20 گروه بکتیتان در جنجال هستن. نکنین تعصب، نکنین این جنگ دامن نزنین. ولی از خدای جنگ این بدبختی را، این نفاق بین امت مسلمان این دامن نزنین. به خیر ما نیست. ما خب با کلی می بزرگا و کلانا رابط داریم، عذر کردیم به عنوان آدم ترس نیست. و میکشی این سر گردن بکش، اعدام میکنی بکش، هر چی میکنی، ولی به خدای حق قسم است که در برابر زورگویی، قلدری، تعصب، ظلم، بی‌عدالتی در برابرت خاموش نمیشیم. چوبه دار بیسا با جبین باز میبوسیم، شهادت بیسا با جبین باز قبول میکنیم. خب این زورگویی و قلدری و تعصب ما قبول نداریم.